بسم الله الرحمن الرحیم. امروز درس ما خواهران عزیز درباره 10 یاری بهشتی پیامبر که ما اساساً در شیوه خودمان در زبان تاجیکی میگویم 10 یاری بهشتی، درباره 10 نفری که گشته و برگشته در یک چند حدیث پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را مژده به جنت دادن صحبت میکنیم. درس گذشته درباره کشته شدن حضرت علی کرم الله وجهه، درباره کشته شدن حضرت عثمان، این شهدای راه الله صحبت کردیم و این چنین درباره بعضی از فتنه هایی که بین صحابه ها شده گذشته بود. امروز انشاءالله درباره 10 یاری بهشتی صحبت میکنیم و خیلی که گفته گذاشتیم داخل کردن این 10 یاری بهشتی به کتاب عقیده از آن است که شیعه ها از این 10 یاری بهشتی تقریبا 1 نفر را قبول دارند، دیگر 9 نفر را قبول ندارند. و ما اهل سنت و جماعت چون حدیث ها پی در پی در کتاب های سنن آمده است، همان گونه که پیامبر این 10 نفر را از اهل جنت گفتن و این ایمان داریم و نسبت ایشان احترام قائم هستیم. مؤلف میگویند و ان العشرة الذين سماهم رسول الله صلی الله علیه و سلم و بشرهم بالجنه نشهد لهم بالجنه. و البته همان 10 نفره که پیامبر صلی الله علیه و سلم نام آنها را گرفتن و آنها را مژده به جنت دادن، ما شهادت میدهیم که آنها از اهل جنت هستند، اگرچه بعد از مرگ پیامبر بعضی خطاهای از آنها سرزده باشد که این را باید هم بدانیم. علی ما شهد لهم رسول الله و قوله الحق، چگونه که پیامبر به آنها شهادت دادند و سخن پیامبر حق می باشد. و این عشره مبشرین بالجنه یا این 10 یاری بهشتی که هستند: ابوبکر، عمر، عثمان، علی، طلحه، زبیر، سعد، سعید، عبدالرحمن ابن عوف و ابو عبیده ابن جراح و هو امین هذه الامه رضی الله عنهم اجمعین. اینجا 10 نفر را ذکر کردن و اگرچه درباره مثلا حضرت خدیجه حدیث است، درباره حضرت فاطمه حدیث است، درباره حضرت حسن و حسین حدیث است که سیدی جوانهای جنت هستند، درباره حضرت بلال حبشی حدیث است، درباره جعفر ابن ابی طالب حدیث است. یعنی نفرانی که پیامبر آنها را مژده به جنت دادن فقط در همین 10 نفر تمام نمیشوند، باز نفرانی دیگر هستند. ولی چون اینها را در یک چند حدیث گشته و برگشته پیامبر ذکر کردن، یا گفتیم حدیثی که درباره این 10 نفر می آید خیلی زیاد تکرار آمده است، تقریبا همین 10 نفر خیلی گویا مشهور هستند. می توانیم بگوییم نفران دیگر هم هستند که آنها را پیامبر مژده به جنت دادن، اما این 10 نفری که الان دربارشان میخوانیم اینها مشهورترین آنها، نمایانترین آنها می باشند. و درباره خواهران عزیز حضرت ابوبکر و عمر و عثمان و علی ما صحبت کرده گذاشتیم، در وقت درباره خلافتشان صحبت کردن و درباره مرگشان هم صحبت کردیم. و اینجا حضرت طلحه و حضرت زبیر هستند. حضرت زبیر ابن عوام و این چنین حضرت سعد ابن ابی وقاص و سعید هستند. درباره هر یک نفر اینها که پیامبر صلی الله علیه و سلم ذکر کردن اگر بخوانید، یعنی دنیای حکمت است در قصه های اینها، دنیای درس شجاعت است، درس جانفدایی به رسول الله هست، درس خاکساری هست. یعنی خیلی از زندگی این 10 نفر ما میتوانیم درسای بگیریم که متاسفانه وقت مسلمه نور محمدی نمیرسد که زندگی اینها رو با شما خیلی وسیع گفته گذارد. از اینکه ما باید این کتاب عقیده رو تمام کنیم، باز کتاب های دیگر گیریم، کتاب درس عقیده رو به درس سرگذشت صحابه ها برای تبدیل ندادن. من زندگی این صحابه های بزرگوار پیامبر را، این طالب علمان یا گفتیم دست پرورده مدرسه محمدی هستند، همه اینها رو نمیتوانم خیلی سرگذشتشان را به شما وسیع بگویم. به هر حال درباره سعد ابن ابی وقاص مثلا اگر شروع کنیم خواهران عزیز، در اینجا مؤلف هم سعد ابن ابی وقاص را آوردگی هستند که سعد ابن ابی وقاص را پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند وقتی که در جنگ احد بعضی از صحابه ها بعد از اینکه دشمن یا مشرکین با سرداری خالد ابن ولید که در آن وقت
مسلمان نبودن هجوم میکنن، بسیاری از صحابه ها وقتی میگریزن، سعد ابن ابی وقاص اصلا نمیگریزن و پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند ارمی فداک ابی و امی، ای سعد بزن، یعنی تیر بزن، دشمن را نابود کن، پدر و مادرم فدای تو باشد. یعنی چی یک سخنی است که پیامبر گفتن سعد هم پدر و هم مادری من فدای تو باشد که تو دفاع بکن. و اینچنین بار در یکی از سفرها پیامبر صلی الله علیه و سلم خواب از چشمانشان میپرد، یعنی بیدار خوابی میکشند و میگویند کاش نفری باشد که امشب مرا پاسبانی کند، که در این وقت سعد ابن ابی وقاص می آیند و میگویند ای پیامبر الله، من آمدم که تو را پاسبانی کنم، من امشب در نزد تو هستم، تو آسوده بخواب. و پیامبر صلی الله علیه و سلم برای سعد ابن ابی وقاص دعا میکنند. و سعد ابن ابی وقاص خواهران عزیز همون نفری هستند که دربارهشان آیت نازل شده است که به پدر و مادرت خوبی کن، فقط آنها اگر تو را به شرک دعوت کنن اطاعت نکن. چون همین مادر سعد ابن ابی وقاص بود که به سعد گفته بود که تو از دین محمد برنگشتی، من اصلا خوراک نمیخورم و به سرم شانه هم نمیزنم و عموما یعنی تمام دنیا رو ترک میکنم تا بمیرم. و سعد گفته بودن که اگرچه من تو رو احترامت میکنم اما بمیری هم من از دین خود بر نمیگردم. و سعد ابن ابی وقاص با شجاعت و با جهاد خود همیشه در کنار پیامبر بودن، همیشه در کنار پیامبر بودن. و وقتی که در زمان حضرت علی خلاف یا گفتیم فتنه بین صحابه ها سر میزند، سعد ابن ابی وقاص مدینه رو ترک میکنند و میگویند من به یگان از این فتنه ها و این جنگ و برادرکشی ها همراه نیستم و دور از مدینه مدت زندگی میکنند و در آنجا میمیرند که تمام مدینه و فتنه ها و یعنی منصب را همش را پشت سر کرده بودند و به آنها هیچ طمعی نداشتند. و چه خیلی میدانید منزلت سعد ابن ابی وقاص در نزد پیامبر و در نزد صحابه ها اینقدر بالا بود که حضرت ابوبکر بعد از حضرت ابوبکر حضرت عمر گفته بودند که اگر خواستید سعد ابن ابی وقاص خلیفه شما شود، چون پیامبر وقتی از دنیا رفتن از او راضی بودند. و سعد ابن ابی وقاص یکی از مژده گرفته ها به جنت می باشند که الله از ایشان راضی باشد. و درباره اینکه سعد ابن ابی وقاص از صحابه های مستجاب و دعا بودند، دعا کردن، دعایشان اجابت می شد، قصهشان چه خیلی گفتم خیلی وسیع و پر از درس عبرت است. انشاءالله خواهرات توصیه میکنم که دربارهشان بخوانید. و اینچنین در اینجا طلحه ابن عبیدالله هستند. طلحه ابن عبیدالله هم خواهران عزیز در جنگ احد پیامبر را اصلا ترک نمی کنند و در صحیح مسلم آمده است که طلحه ابن عبیدالله وقتی پیامبر را در جنگ احد حمایه میکنند اینقدر به دستشان تیر می آید و شمشیر می آید که همان دستی که پیامبر را حمایه کرده بودند شل می شود. همان طلحه یعنی دست خودشان را به خاطر حمایه پیامبر از دست می دهند، دیگر تا تمام عمرشان کار نمی کند. و طلحه ابن عبیدالله هم یکی از مجاهدین و یکی از جاننثارهای پیامبر صلی الله علیه و سلم بودند. و زبیر ابن عوام هم در اینجا آمدگی هستند. زبیر ابن عوام داماد حضرت ابوبکر می باشند و زبیر ابن عوام پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند لکل نبی حواریون و حواری زبیر. سبحان الله، هر یک پیامبر ناصر دارد، یعنی هر یک پیامبر کمک رسان و او را به او کمک کننده دارد و ناصر من، حواری من، کمک رسان من زبیر می باشد. و برای چی این را به زبیر گفتند؟ چون در یکی از جنگ ها خطا نکنم سال 5 هجری شده گذشته بود، جنگ خندق از بزرگترین مکر دشمن به پیامبر و به صحابه ها بود که در جنگ خندق تمام دشمنان اسلام، چه از مشرکین چه از
منافقین داخل مدینه، چه از قبیله های دشمن اطراف، چه از یهود های اطراف پیامبر یک جای می شوند که ضربه به پیامبر زنند و در همون شبهای سرد پیامبر میگویند من میخواهم کسی از شما برود و از نقشه دشمن به من خبر دهد که دشمن چی کار میخواهد بکند. یعنی من میخوام از نقشه دشمن به من خبر دهید. که در این حالت زبیر ابن عوام میگویند پیامبر الله من میروم و به شما خبر میدهم. باز پیامبر میگن کی میرود؟ باز زبیر میگن من میروم. پیامبر زبیر رو میفرستند. بعد از اینکه زبیر از نقشه آنها به پیامبر خبر میآورد، باز میگویند زبیر فداک ابی و امی، زبیر پدر و مادر من فدای تو باشد که تو چی کار کردی، یعنی چه قهرمانی برای ما انجام دادی. و همینجا خواهران عزیز ببینید، اگر هم طلحه، هم زبیر، هم علی، اینها صحابه های مبشر بالجنت هستند، یعنی مژده شده به جنت که پیامبر گفتن شما در جنت هستید، به این شک شبهه نیست، شما در جنت هستید. حدیث در پی درباره اینها حدیث آمدگی هست. اما نگاه کنید که این سه نفر با هم جنگیده بودند و هم طلحه و هم زبیر در جنگی که یعنی بین خودشان و بین حضرت علی شده بود کشته می شوند. هم طلحه هم زبیر که حضرت علی به جسم اینها دیده گریه میکنن خیلی و میگویند پیامبر گفته بودند که قاتل زبیر رو بشارت ده به دوزخ. خیلی میدانید جنگی که بین این صحابه ها شده بود، همون منافقین و دشمنان اسلام این را بین اینها این جنگ را انداختند و خود در اینجا مشارکت کردند و به خون صحابه ها دست دادند. ولی از این که هم حضرت علی، هم طلحه، هم زبیر با هم یعنی مشکلی داشتن، بعدن این دو نفر از دنیا رفتن یا در جنگ شهید شدن، از این ما میتوانیم خلاصه گیری کنیم که خواهران عزیز بعضا از یک نفری شریف، از یک اهل ایمان هم بعضی نافهمی و خطاگی ها سر میزند. برای همین یک عالم مثلا به خطای دست زد یا یک نفری مشهوره، حتما چرا میدوند و این رو کرده است، گویان حیران نشوید، آنها معصوم نیستند. پیامبران یگانه معصوم هستند که از آنها هیچ گناه خطای جدی سر نمیزند. اما حتی صحابه باشن هم چه خیلی دیدید بین اینها جنگ و فتنه سر زده بود. و گفتیم زبیر را پیامبر چه گفتن؟ تو حواری من هستی، تو ناصر من هستی، یاری رسان من هستی. و درباره سعید خواهران عزیز، سعید ابن زید داماد حضرت عمر می باشند که فاطمه دختر خطاب را به زنی گرفته بودند و از اولین نفران هم هستند که اسلام آورده بودند و در همه جنگ ها در کنار پیامبر بودند. با شجاعت خود به این مکان و مرتبه رسیدند که پیامبر گفتند سعید هم در جنت هست. و عبدالرحمن ابن عوف خواهران عزیز، عبدالرحمن ابن عوف از تاجر و ثروتمندی که همیشه با ثروت خود و با شجاعت خود و با خاکساری خود در کنار پیامبر بود و حتی بعد از مرگ پیامبر هر ثروتی، هر بردی که از تجارت های خود میکردند میدادند به همسران پیامبر، یعنی کفالت همسران پیامبر را که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از مرگ خود هیچ دینار و تنگه و نگذاشتند، چون این سنت پیامبران است که پیامبران از اهل دنیا نیستند، قصر و طلا و بایگری های دنیا رو به اهل بیت خود نمیگذارند. همین گونه پیامبر هم نگذاشته بودند و عبدالرحمن ابن عوف بودند که با کیلوهایش، یعنی خیلی مقدار زیادی طلا و نقره رو می آوردند و به همسران پیامبر می دادند. و حضرت عایشه می گویند من پیامبر را شنیده بودم که سق الله عبدالرحمن من سلسبیل الجنه گفته بودند، یعنی دعا کرده بودند حضرت عبدالرحمن ابن عوف را. و عبدالرحمن ابن عوف در زمان خلافت حضرت عثمان می میرند و سبحان الله نفری هستند که 2 بار از خلافت دست کشیدند. همون وقتی که بین صحابه ها بودند، آن 6 نفری که حضرت عمر موندن گفتند من دست میکشم و 3 نفرمون به 3 کسی دیگر میدهیم. بعد از این بین علی و عثمان هم دست میکشن، یعنی نمیخواستن که صاحب کرسی خلافت شوند. بعد از عبدالرحمن ابن عوف که خیلی گفتم با ثروت خود همیشه یک
جانب قوی یا یک ستون قوی اسلام بودن ابو عبیده ابن جراح هستند و ابو عبیده ابن جراح را پیامبر میگویند امین امتی من، این امانتدار امتی من. تمام صحابه ها امین هستند ولی ابو عبیده را پیامبر باز مخصوصتر میگن این امین امتی من است که ابو عبیده ابن جراح یکی از سرلشکرهای خیلی و خیلی قوی لشکر اسلام بودند و در جنگ ها از نزد پیامبر اصلا دور نمی شدند و در زمان خلافت حضرت عمر از وبای که در شهری که زندگی میکردن در شام می آید انشاءالله که شهید می شوند، چون کسی که در وبا بمیرد شهید است. و اینها رو خواهران عزیز اگر نگاه کنیم ابوبکر و عمر و عثمان و علی و ابو عبیده و عبدالرحمن و زید و ببخشید سعید ابن زید و سعد ابن ابی وقاص و طلحه و زبیر، میبینید که اینها در کنار پیامبر با جان خود با مال خود همیشه دفاع کردند. قهرمانی های نشان دادند که پیامبر آن را به چشم خود دیدند و گفتند شما از اهل جنت هستید، شما با من در جنت هستید. اینها با عملهای خویش به این درجه و به این منزلت رسیده بودند. اکنون مشکلی بین اهل سنت و شیعه ها، الله هدایتشان کند، این است که شیعه ها از همین 9 نفر همش رو میگن اینها خائن هستند. هم ابوبکر خائن است، هم عثمان، هم طلحه و هم زبیر، اینها خائن هستند و از بین صحابه ها تقریبا 12-13 نفر رو قبول دارند، بقیه رو قبول ندارند. یعنی بقیه رو میگن اینها مثلا سعد ابن ابی وقاص رو ببخشید تهمت نشود تا جای میدونم قبول دارن، اما اکثریت این 10 نفر رو قبول ندارن و میگن اینها خیانت کردن بعد از مرگ پیامبر و می آیند طعنه میزنن در عرض مثلا طلحه و زبیر و یا گفتیم عثمان و در عرض حضرت عمر و اینها، در حالی که اینها رو پیامبر از اهل جنت گفتن و چه خیلی گفتیم بعضا می شود که نفرانی که اهل جنت هستند از متقیان هستند از آنها هم بعضی خطا دست میزند. اینها رو همه رو کنار گذاشته هستند و در حقشان حتی حقارت و دشنام و لعنت و فرستادن اینها رو حلال میدونند، بعضیشان ثواب هم میدونند، در حالی که ما نام اینها را در حدیث پیامبر میخوانیم که پیامبر اینها را مبشر بالجنه گفتن و ما به این شهادت میدیم. اما مشکلی هایی که بین آنها شده بود چه خیلی که در درس پیشتر گفته گذاشتیم خواهران عزیز، ما از آن پرسیده نمیشویم. کسی از شما درباره فتنه هایی که بین صحابه ها شد و گذشت نمیپرسد. کسی از این مورا نمیپرسد. از ما پرسیده می شود درباره عملمون و پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی درباره حاتب ابن ابی بلتعه که کاری که در آن زمان کرده بودند اگر نگاه کنیم یک جاسوسی علیه پیامبر است که از نقشه های پیامبر خبر میدین به اهل مکه. پیامبر میگویند الله به آنهایی که در جنگ بدر اشتراک کردند گفته است هر چی خواهید بکنید شما بخشیده شده هستید، شما از اهل جنت هستید. حاتب اگرچه به این گناه دست زد که گناهی که حاتب ابن ابی بلتعه کرده بودند گناهی عادی نیست، یعنی جزای سر زدن هست برای اون که از نقشه پیامبر خبر دادن به مشرکین بود، لیکن پیامبر گفتن از اهل بدر است و او کشته نمی شود و او از اهل دوزخ نیست. و اینجا نگاه کنید که وقتی الله میگه لقد رضی الله عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجره، الله در حقیقت راضی شد، یعنی راضی است نه حتی راضی شد، الکی راضی است، الکی الله آنها را بخشیده است از آن نفرهایی که همراهی تو زیر درخت بیعت کردند که همراهی تو می جنگیم و اصلا عقب نشینی نمی کنیم. و سبحان الله اینها تقریبا 1,500 نفر بودند، 1400 یا کمی فرق می کند. یعنی الله از اینها راضی است و گناهی که یکی بعد از مرگ پیامبر کردند پروردگار بخشیده است و گناه چه خیلی گفتیم از همه سر میزند. به من و شما چی که ما باید چی گوییم؟ نه این گناه کرد، نه آن گناه کرد که از آن پرسیده نمیشویم. اما این که
درباره اینها خواندن و معلومات گرفتن، البته دانستن تاریخ، دانستن اصل خیش برای شما علم میبخشد و بعضی حکم ها یا بعضی مسئله ها را از تاریخ نگاه کرده هم ما میتوانیم یک خلاصه گیری کنیم یا بگوییم که همین حالت شده گذشته بود. خیلی گفتم وقتی دیدید که یک عالم خطای جدی کرد، به نزدیکی یکی از علمای عربستان سعودی بودند که صاحبی کتاب لا تحزن هستند و نمیدونم مشکلی چیزی والله اعلم، بعضی سخنهای گفته بودن که جدا خطا بود. اما این رو وقتی گرفته خیلی مثلا نفرها روانه می شوند که خیلی یک عالم می تواند این گونه خطا کند، مگر عالم مثلا پیامبر است که از او خطا سر نمی زند؟ از صحابه ها خطا سر زده بود، چرا ما نمی توانیم چشم پوشیم؟ چرا نمی توانیم عذر بدهیم به هر عالمی که یکی پایش می لغزد یا که یکی زبانش می لغزد و چیزی میگوید که نباید بگوید، قدمی میماند که نباید بکند؟ اگر یکی یعنی هم بردوام نبو یکی کردمان و او عذر بدهید که خطا از همه سر میزند. الله با آن همه عظمت و بزرگی خود تمام گناهگاران را وقتی توبه کند، وقتی پشیمان شد، ان الله یغفر الذنوب جمیعا میگوید، چرا ما عذر نمیدهیم؟ یعنی خیلی جایی از یک جهت می توانیم بگیم به انصافی هست، خیلی از انصاف دور است وقتی که یک نفری که تمام حیاتش را در عمل خیر سپری کرد، یک خطای از او سر زد، دیگر فقط از خطایش بگوییم و از خوبی‌هایش نگوییم. خیلی به انصافی است، برای اون که خطاگی از من و شما هم سر میزند، از یک نفر دیگر هم سر میزند. نباید به خاطر یک خطاگی آن همه حسنات، آن همه زندگی که برای اسلام بعضی علما فدا کردن از آنها چشم پوشیم بگیم نه این خطاکار است، نه این فروخته شده است، نمیدونم نه این مدخلی است، چیزی دیگر است. و اینجا خواهران عزیز درباره خیلی که گفتیم این عشر مبشره یک معلومات کوتاه امروز من برای شما دادم که هر 10 نفر اینها زندگی دارند که از آن باید عبرت بگیریم و چرا به این منزلت رسیدن. هر یک نفر اینها جان فدایی های کردند و خیلی دیدید اکثریت اینها شهید گشتند در راه الله. و در مسئله مثلا عشر مبشرین بالجنه خیلی که ما زیاد میخوانیم، در نزد شیعه ها 12 امامه هستند، یعنی 12 امام خود را دارند که انشاءالله الله نصیب کرده باشد امروز که خیلی به آن وقت میگیرد درباره 12 امام شیعه ها که آنها هم از اصلا امام ما هم هستند، آنها اهل بیت طاهر پیامبر هستند، یعنی اهل بیت که پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از مرگ من احترامشان کنید، بعد از مرگ من به سنت اهل بیت من عمل کنید. حدیث در صحیحین است آمده است. این 12 نفره که شیعه ها حتی آنها رو به مقام بعضیشان را پیامبری برآوردند و میگن اینها معصومن، اصلا به اینها به گناه دست نمیزنند. شروع می شود از حضرت علی و با محمد ابن حسن آخرانشان تمام می شود. الله نصیب کرده باشد درباره 12 امام آنها کوتاهک صحبت کرده می رویم و می بینیم که 12 امام آنها در نزد ما اصلا به احترام نیستند. چگونه که شیعه ها صحابه هایی که من و شما احترام میکنن لعنت میکنن، ما اصلا این را با آن 12 امامی که آنها امام ما هستن میگن نمیکنیم، چون آنها به اهل سنت هم امام هستن، یا گفتیم در نزد اهل سنت و جماعت هم جایگاه و احترام خاص خود را دارن که الله نصیب کرده باشد دربارهشان و چگونه با حضرت ابو حنیفه رابطه داشتنشان، با حضرت امام مالک و امام شافعی رابطه داشتن آنها و چگونه استاذ امام های اهل سنت بودن آنها الله نصیب کرده باشد. صحت و سلامت باشیم. درس دیگر گفته میگذاریم. حالا باشد میتوانیم به سوال جواب برگردیم.